میتوانیم رویم. رفتیم دخترم. درو. وقت دارید؟ بیا دارم. تناول خوراک چه خیلی گذشت؟ بد نبود. بسیار خوب نیست. همراه کار کرده ایستادیم. شما عزیز بیهان گفتنی شخص رو میشناسید؟ نه نمیشناسم. امروز هنگام تناول خوراک بخوردیم. پدرم رو اوید کار تهدید کرد. البته که پدرم از سبب بودن ما یگان کار نکردند، اما مناسبت شدتناک داشتند. نمیدونم. اما خواطر نشو. پدرت با چنین انسان ها چطور مناسبت کردن را میدونند. غمگین نشو. فهمیدی پسری زیبایی من؟ خوب. شب خوش. شب خوش. شما را دوست می‌دارم. من هم. شب خوش. اطراف بلد زیبا بوده است. پیش از رفتن تو به آنجا می رویم. به سرای توپکاپی، آیا صوفیا و غیره. به سلطان احمد می رویم. همش رو در یک روز گذاشتن شرط نیست. من کار یافتم، در اینجا می ایستم. آی بسیار خوب. در شرکت پدرم قادر برای تو هم کار یافت. نه حسرت، من کبابپز. به شرکت چی کار دارم؟ با طرفخانه به کار در آمدم. جای بند نیست و معاششم خوب است. خلاص می شود. مهمش یک جا بودن است. برای چی بر وقتر نگفتی؟ من اینجا ساعتها گپ زده ایستادم. تو نغمه‌گری نغمه‌گر. شام بخیر جوانان. شام بخیر پدر جان. دخترم من به این حالت زود عادت کردم. کدام حالت؟ من در خونم، صدای در، شما می آیید. گویا که سالهای دراز همین طور باشد. به خدا که نگو، من هم امروز آنقدر پدر گفتم که تمام عمر هیچگاه نگفته بودم. درس‌هایت چطور گذشت؟ روزی یکم با چه زبان یافتی؟ همش خوب است. یعنی خوب می شود پدر جان. دیرتر او هم عادت می کند. اینقدر بد یعنی؟ تخمینا 80%. با من اهمیت ندهید. کار شما چه خیلی است؟ قادر و مرد باز گوشت یکدیگر را خوردن؟ خلاص باز هم خوبتر می شود. یکدیگر فهمی می کنن. اونقدر بد است؟ تخمینا 70%. مادرت در کجاست؟ در حجره‌اش. خب با شما استراحتی خوش. شبی خوش. شبی خوش. شبی خوش. از ماشین های عادی تا دکدن در ارگی تیجی. ارگی تیجی سامانه‌ای که دست به کار است. 14 فوریه ساعت 12 در کاخ فرهنگ ناحیه یوان.